یه موتور اسکوتر سواری تو خیابون در حال حرکتی، رنگش جذاب، سرها رو به سمت خودش برمیگردونه. اون محصولی نیست جز کاوان اس، موتورسیکلت 150 سی سی شرکت دینو موتور که در کلاس اسکوترها عرضه میشه و یکی از پرچمدارهای شرکت بزرگ دینو موتور هستش. امروز میخوایم در مورد کاوان اس براتون صحبت کنیم. کاوان اس نسخه ارتقا یافته کاوان 125 که هنوز هم توسط شرکت دینو موتور عرضه میشه. دیزاین بروز، بدنه کشیده تر، رینگ های بزرگتر، کیلومتر دیجیتال و مثل کاوان 125 حلق و باکس داره و جالبتر از همه اونا دیلایت زیباییه که شرکت برای موتورسیکلت در نظر گرفته. کاوان اس مجهز به انجین 150 سی سی و سیستم انژکتورش هم از برند روژو، سیستمی که روی کاوان 125 هم دیده میشد، منتها این سیستم ارتقا یافته است. نکته دیگه ای که خیلی جالبه توجه، کیلومتر این موتورسیکلت کاملا دیجیتاله و علاوه بر کیلومتر شمار دور شمار رو به شما نشون میده و چند رنگ هم داره، میتونید رنگش رو تغییر بدید. فضای جای پای جلو بزرگتر شده. نقدی که به کاوان 125 وارد بود جای پای عقب بود که ترک سوار یه خورده اذیت میشد اگر شماره پاش از یه سایزی بزرگتر بود. الان دیگه جاپایی این موتورسیکلت واسه ترک سوار شاسی داره و بازو بسته میشه. زین موتورسیکلت شبیه زینای موتورسیکلت‌های ایتالیایی، شبیه به زینای دستدوزه و در نگاه اول فکر میکنید که دو تیکه است و تا زینو باز نکنید متوجه نمیشید که این موتورسیکلت زینش یه تیکه است. دیلایت رو بهتون گفتیم و دیزاین این موتورسیکلت مینیمال ایتالیا رو داره، پرچم ایتالیا رو جلوش داره و شرکت دینو موتور روی دیزاین این موتورسیکلت کار کرده و روی دسته ها آرم کاوان رو مشاهده میکنید. نکته آخر که باید بهتون بگیم، آینه های موتورسیکلت که مثل کاوان 125 دایره‌ای شکل شده و آبکاری کروم داره مثل زه دور چراغ جلوی موتورسیکلت و سویچ موتورسیکلت ضد سرقت شده و این موتورسیکلت USB داره داخل داشبوردش برای شارژ موبایل که یک آپشن کارآمده و همونطور که میدونید باک این موتورسیکلت از قسمت جلو به قسمت عقب اومده که همین نکته باعث شده که فضای زیر زین موتور کوچیک‌تر بشه، ولی در عوض باک موتور اومده به قسمت عقب. این باعث میشه که هم موتور سیف‌تر باشه، هم اون نقدایی که به حالا کاوان 125 وارد بود الان اون نقد برطرف شده و این موتورسیکلت یک پکیج کامله. یه سری نقدها به این موتورسیکلت وارده که دونه دونه بهش پاسخ میدیم. سایز چرخ بزرگتر شده و ترمز عقب میگن چرا دیسکی نیست. ترمزش جواب قدرتشو میده. جلو دیسک عقب ترمز کفشکی ارتقا یافته است که بزرگتر نسبت به کاوان 125، جاپایی کشویی شده و نکته دیگه ای هستش اینه که میگن این دیلایت های بغل میسوزه یا خراب میشه. اصلا اینطور نیست، اینا ایمارک داره و روش هم شمارش خورده. کاوان اس موتورسیکلت جذاب با سواری فوق العاده نرم و ایدئال با رنگ‌های خیلی جالب که حالا شرکت دینو همونطور که گفتن قرار شده که توی هر سری رنگ‌های جدید رو به این مداد رنگی اضافه بکنن. کاوان اس رو بخرید، سوار شید، از سواریش لذت ببرید. واقعا گزینه ایدئالیه، فقط کلاه ایمنی استاندارد فراموش نشه. دینو، انتخابی نو.